یکی از دیه‌های قدیمترین شهر وحدت به حساب می رود. هزار سالها عمر دارد و نام این دیه پیستمزار است. لیکن گذشته های ما با مردم پیرانساله که زیاده از 90 سال عمر دارند یاد ندارند که در این دیه یعنی پیسته باشد، در این مزار پیسته رویده باشد. و برای بنیاد کردن نام همین دیه پیستمزار ما با اهل جماعتچگی دیه، با مردمان با فهم، با اهل علم مسئله موندیم، مصلحت کردیم که ما باید که نام قدیمه دیه خودمان رو برقرار کنیم. از این حساب ما در سر من این منزل هایی که در اینجا هست سال 2016 و هر یک ساکن دیه پیستمزار از حساب من پژوهشگاه علمی تحقیقاتی خواجگی جنگل کمیته نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نهال‌ها آورده، نهال‌هایی که خودم پرورش کردگی بودم آورده به این مردم تقسیم کردم، چون که من هم ساکن این دیه هستم. تقسیم کردم و به هر یک مردم دیه گفتیم که در سر منزل پدر، مادر، خویش و تباراشون پیسته بنیاد کنند، پیسته شنانند، پرورش کنند تا اینکه این دیه نام اصلی خودش رو گیرد. در نتیجه درست برای ماندن پرورش نیالای پیسته یعنی در سال هشتم و نهم علاقه این نشانه حاصل رو داده شده است. در اینجا ما سال گذشته اولین حاصل پیسته رو مشاهده کردیم. من در اینجا شناندم، من حاصل منزل‌هایی که در اینجا هستند من در سر منزل این پیسته های شناندگی ما این روز خدا خواهد نشونمای خوب یافته شده است. اما با گذشتگان این منزل دعا میکنیم که پروردگارا منزل اخیرت این گذشته های ما را روشن پرنور گرداند. پروردگارا گناه های ما و گناه های این آرامگاه، شخصانی که در این آرامگاه خوابیدند مغفرت نماید. پروردگارا به ما و به گذشتگان ما در این دنیا و در آخرت نیکی بتید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.